بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. صدق الله العلي العظيم. اما بدونید شما که اینجایی میون این همه بچه‌ای که بیرونن و دارن یه دنیای دیگر رو تجربه میکنن خیلی جلوترید. روزی به حرف من میرسید شاید الان براتون قابل درک نباشه. روزی به حرف من میرسید که نگاه میکنید نسبت به همسالان خودتون و دوستان خودتون در پله های خیلی بالاتر قرار دارید و اونها به حال شما غبطه میخورن و باید ممنون باشید از مربی دلسوزتون، معلم دلسوزتون، کسی که خاطر شما رو خواسته و دعوتتون کرده به همچین فضای زیبا و دلنشین. و حتما هم نظر و لطف خدا به شما هست که اینجا هستید و انشالله این راهی که انتخاب کردید رو ادامه بدین و من همچنان در آینده ببینم جوانای بسیار ابراق و بشاش و معنوی و نورانی باشید انشالله. من کارم طنزه، تقلید صدا شومنی. 15 سالم که بود رفتم رو صحنه، اما از 10-12 سالگی که خیلی ها شما الان 10 سال دارین درسته؟ 10 سالا کیان؟ از 10 سالگی دیگه من شروع کردم کم کم. آره تو سن سال شما بودم، رفتم سمت کارهای هنری، دوست داشتم، علاقه من بودم. اما یادمه هم سن سال شما هم که بودم تو همین مجالس شرکت میکردم، کلاس‌های قرآن میومدم. این کلاس‌ها چشم شما رو باز میکنه به روی یک دنیای بسیار بسیار بزرگتر. الان شاید در حد یه حرف از من بشنوید، اما خیلی از حرفها به مرور زمان و در گذشته زمان برای شما ثابت میشه که انشالله فیض و بهره‌اش هم خواهید برد و نوش جونتون که اینقدر با معرفتید تو این سن و سال و راهتون رو درست انتخاب میکنید. و باز هم تلاش های آقای رضایی قابل تحسینه که میاد بچه ها رو با یک روحیه شاد تو این کلاس میاد. متاسفانه بعضی از دوستان فکر میکنن که مثلا اگر بچه ها رو باید بیارن تو کلاس قرآن باید اخم داشته باشن یا مثلا اصلا شاد نباشن. دین اسلام دین یعنی سلامتی. دین اسلام بسیار دین راحتیه، کاملترین دینه و اگر دنبال اون راهی هستید که میخواید به سعادت برسید اینجا همونجاست. هنر رو دوست داری، اگر ورزش رو دوست داری، موفقیت تو در گروه مأنوس شدن تو با قرآن و اسلامه. و البته ممکنه کشورهای دیگه ببینید توی خیلی ورزش‌ها موفق میشن اما تهش یه چیزی خالی دارن، کم دارن. شما که داری کامل رشد میکنی باید به خودت بباری، این فرصت‌ها رو غنیمت بشماری. خیلی از نوجوانای دنیا هستن که این فرصت رو ندارن. ممکنه خیلی رشد کنه توی زمینه ورزشی اما از بعد روحی کامل نیست، از بعد معنوی کامل نیست. همیشه یه چیز تو زندگیش لنگ میزنه و باید خیلی قلباً خوشحال باشین که از الان که بهترین زمان یادگیری هر مهارت و هر معرفتیه، شما در کنار اون آمال و آرزوهایی که تو ورزش داری، یه روزی دیده بشی مثلا در مسابقات جهانی، یه روزی
دیده بشی به عنوان یک هنرپیشه تو پرده سینما یا تلویزیون دیده بشی، شما خیلی موفق‌تر از اونایی هستین که در آینده قراره با شما در کنار شما حالا تو میادین ورزشی باشن یا در صحنه هنر باشن. یک فرصت عالیه که البته لطف خدا به همه شماست و تلاشی که آقای رضایی داره و اینقدر شما رو دوست داره که براتون وقت میذاره و هر کسی هم داره میگه اینجا راه نداده که بیاد. شما چقدر خوب بودین، از نظر ایشون گزینش شدین، انتخاب شدین، اومدین اینجا. خیلی خوبه، انشاءالله که موفق باشید. یه مقدار صبح دیر پا میشم، حکایت من شده حکایتون بنده خدایی که بهش گفتن اسمت چیه؟ گفت والا من تا 30 سالگی فکر میکردم اسمم زهره است. گفتن چطور؟ گفت مادرم همیشه بهم میگفته زهره پاشو، تا ظهر میخوابید. یا آهنگی اول لوک خوششانس بخش میشد که وسترن هم بود. عاشق اینجور صدا هست. ایشون الان بزرگ شده، مربی شما هم هست، اما خب کودک درونش از شماها ممکنه فعالتر و بروزتر باشه. من قبطه میخورم، حقیقتش به شما قبطه میخورم که اینقدر فرصت پیش رو دارین و جای خوبی هم اومدید شروع کردید. من به حرفه‌ای بودن شماها شروع نکردم تو سن و سال شما که بودم. قرآن رو به این شکلی که دوست عزیزم داره آموزش میده و با این روحیه ما نبودیم. حقیقتا خیلی پراکنده بود کلاسامون و اون تکنیک و علمی که امروز داره به کار میبره آقای رضایی برای ما نبود. یعنی من به جرئت میتونم بگم شما همتون در آینده نابغه خواهید شد. چیزی که من از بچگی دوست داشتم و چون این فرصتی که الان شما در دست دارین نداشتم بهش نرسیدم. شما میتونید برسید. انشالله اگه موفق شدیم ما رو هم دعا